پو همه نصیحت افسوس و صد افسوس که همین خشمونا میتکی بخونه. اونجا عجیب یک قصه آورده است. ده همسایه میگه آیا ده خردش برو اومده یا تاش بازار میرفته است یا تاش حمام روزی جمعه بده. بعد همین میوین وقتی هم انا شهر دادر اومدن ده اویش که بازار میرفته است خونه بود دیگه خیر خوش هم نکرده است قدی همسایه حمام را برفته است با امرای خودش بازار. ای حمام را همین در برش یک بدره زر یک خلطه تیلو 100 دینار داشته است. او زمانهای پیش پول تیلو نقره بود که در دوری خلطه چاکوی چرمی میگرفتنش. یاد دست دمون رو شویده میکنه. برش در توریش دست که امرا دزدیدنی امرا زدنی این خیالی بیچاره که همسایه باید تو پیشی داری حمام میرسن کم کم توریک بود از همین پیش بوندو. و میگه همین وقتای اخیر همین حمام را موقع تینج نیست دزد و غارتگر زیاد شده است. همون بدره را میبرورم میتشکی همین تو برو آمدن من همین را بگی امانت داری میره و حمام اکو حمامای پیش حمام بودن ده 3-4 ساعت حمام میکنن میبرویا ای حمام یک آدم همین خوش قواقش دم کرده که نشگری کرو چه بعمیدی تا ای همه کرو برو زیدگی مادر گم شا بگی امانتا همون تیناره در چکش میپرد این همیشه مساشتن ای بچه تا کی؟ میگه من دوست ای دزدی برو چه اگری پولی برا میوری؟ اون میگه امانت گفتی ای سرت مولا من نومرد نیستم که در امانت خیانت کنم اگر خودم میدزدیدم ای حنالی خودم میدر دورم و تو امانت گفتی دادی بعمیدی تو کسوفا ای همه کار موندیم و بروزی بزرگ بود ببین این مرد همیشه مرد ایوکی انسان باید مرد باشه نه حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مردو را احترام میکرده است حرمت مردو را به جا میآورده است برای به قدر این مرد کو برسی بچه حضرت مولوی میگه صحبت مرد خدا مردت کند صحبت هر ناسزا سردت کند صحبت صالح تو را صالح کند صحبت طالح تو را طالح کند صحبت عاشق تو را عاشق کند صحبت فاسق تو را فاسق کند گر تو سنگ خاره و مرمر شوی چون به صاحب دل رسی گوهر شوی همنشین اهل معنا باش تا هم عطا یابی و هم گردی فتا کوشش که با اهل معنا هم نشینی که هم عطا میابی یک پند نصیحت میشنوی هم ختم جوان مرد میشه جمله دانایان همین گفته همین هست دانا رحمتا للعالمین ماشاءالله این بابای حاجی روشن ایمان هم همتری رفیق شناس هیاخی روی اومدیم حاجی بابا را دیدیم حیران شده قدر یا مرادی دوست باید یا مرادی خویشتن خداوند بزرگ این محفل خیره این محفل نورانی را مبارک آمین خداوند فرزند بابای حاجی روشن که فرزند نور هم هسته وقتی اقبالش بتونه فرزندای خوب صالح صالحه نصیبش بگردونه پروردگار بزرگ در این منزل و در این محفل فیض برکات چند روزان بسازد خداوند دیگر برادران را به همین خیر روزای سعادت و خوشبختی روزی توی ازدواج فرزندان و نبیرهاشون برسون خداوند حفظ کنه دوشیدن بلا و آفات هم دعا نمیکنن قول دیگر میشناسم زوریا که دهنشون بسته باشه از قضا که هست رام آن گرام جستن دفع بلاشون شد حرام هرچی آید نزد ایشان خوش بود آب حیوان گرده در آتش بود سنگ اندر راهشون گوهر بود زهر اندر کامشون شکر بود جملگی یکسان بود چون نیکبت برای یورا نیکبت هم به یکسان هست از چی باشد این؟ زی حسن زن خود و همون نسبت پروردگار حسن زن که دارن میدونن همه به حکمت پروردگار به حکم الله هست همه قدر تسلیم حکم پروردگار هستن که حتی میگه یک مصیبت بلا را که به سرشو بیاد دعا نمیکرد که خدا یک بلا و مصیبت دور بگردونه حکم پروردگار خدا خودش هر چی خواست همون میشه ماشاءالله کن و ما لم یشاء لم یکن همه حضرت عطا را میگه در نزدش فرزندای نازنینش روزانه هم تا گردنشون زده استن هر وقت گردن یاد شم میزنن سینی عثمان نگاه کرده تبسم میکنه بعد هم اخیران پسرش موندگی
وقتی همون را کلوب میکنن گردنش زدنی بشون بعد میگه که عجب پدری سنگدلی نخو پدر تو این درجه را ظالم باشه که فرزندت در پیش گوسفند و کلاش مبریدیش یعنی تا تبسم داره و میگه بچم این حکم پروردگار ای قضا و قدر الهی ای دستی من چی کار بیاید من همین تسلیم حکم پروردگار هستم وقتی سرداری رهزما همین گپ شدوش میکنه پروردگاری بزرگ هم یکی هدایتش میکنه همین دیل یک جرقه میپرن همون گروه روزنامه میگه همه توبه میکنن همه ایسرین و ایمان میورن همین قدر مسلمان های مخلیصی میشوند که همون وقتی که میبینن جوان مردی و صبر ایران و دیاندن که این طریفه مردم ها بدن در بین اولیاء الله حضرت میگه یک کودک نزدش میگه حضرت خونه بوده معرکه نمیره اشتراک کنیم خوب میگه قطعش میگه که در دهن در پدر هم کودک سودگی میگه کجا اومدی تو؟ میگه بچه‌ت گفت که در خونه معرکه بیو بریم اینا دعوت چه اجابت کردن او من تو فایرود نکردم کجا میای خوب بوده بی ناموس بوده برای گوشا گردنکش کج با میره یا مقدار میره که کفو صداش میکنه ای مرد که خوب شوخیت کردم بیو بو میگردم میایرم اما شما میگه تو فعلی سگا داشته همین سگا بزنم میگریدم و بحبحش کردم میدم میایم برا اون گردنکش کج میره بعد دوری شیب در پیش پوش میرم کامل مردن که سبحان الله این قدر تو صبرش که بوی دوری که مقصد تو این درجه را که اوخی هر کسی باشه دیگر میکفه اوخی ای غضبه تو این قدر صبرشی که بوی دوری بدیاندن بخیلی مردم هم بدیان الحمدلله به شرافت همو که خدای تعالی با بلا و آفت را دور میگردونه و رزق روزی بندروش فراهم میاره اما هر کسی کار کرده نمیتونه آخه این کاری همو خواصه این عوام مقصد ای بوده این کار همو منه نمیتونه وقتی که مولد به حساب زکات رسید دانستن یعنی ما علم زکات برات فرض میشه و فرض عینه وقتی که مثلا با تجارت مشغول شدی دانستن یعنی علم بیع برات فرض میشه همین چیزا رو اهمیت نمیتیم آخه متاسفانه پروا نداره با ای همه وزنی‌ترش همین که همین شخصایی که متصوی هم مثال در مسجد مسئول هم امام مسجد هم خطیب مسجد هم همین را اجازه دادین امکان دارن اینا مثلا بین همین عصر و شام یک 15 دقیقه موندن تا شام آخه مایده همین گپا بودن خیلی کم بود و کم میشود برای که بین عصر و شام نماز نفل خونده نشود در قشلاق‌های دوردست جا نگیره که شخصی که در قشلاق دوردست زندگی میکنه مسئله اون مسئله ساکن قبر میمونه و خاطر چی؟ در اونجا همه مردم همین روز تو بگه و کار مشغولن میاید بگه این روز دیگه همه افگار شدگیان در سیزون کار مسجدها را میبینی خالی باده مسجدهای کلون نوزنی خالی باده و هر قدر همون مولای با علمم که باشه وقتی که سوالش ندادم انسان ای دو قسم ترکیبی است ای خاک ای روح یعنی قسمتی خاکش خاکپناه ای آخی خواه دوست میداره خوردن دوست میداره تنبلی در وجودش هسته وقتی که نکفتن نشوریدنش مقصد که همون چه بگم حواسمندش نکردن استا تکرار که نکرد همه رای خودش میگویم میره مردم هم پروا ندارن مردم اگر حواسمند باشه همین در جایی که مردم حواسمندن ملو بی سواد نمیشه و برای میکوانش سوال حقیقه دادنش میگیرن نکرسن ایچه عیبی خدمونه بچه در مجلس نکو مردم التماس کنید که بچه سوال بتین سوال عیبی بخدو باید مردم خودشو سوال بتن نگذارن اون ملو را خوردنی سوز نمونن تو فهمیدی؟ همون جدام هم خیلی کن در چیل میروه بعد یک چیزی عودی را بعد میگه ای بچه من فهمیدو بخیلی یعنی نکن تو مسلمان 40 ساله شده 45 ساله شده یا چیزایی که الیمنتر یعنی یا چیزای عادی ترینن همین هم میگه نفهمیدم ای بچه در 70 رفتیم نفهمیدیم که حقیقت بودن نگه بوده است یا مستفید میگه یا که این طریقه همین هم خوندن در یا مسجد یک کس نقل کرد گفت که سحر اومده در نمازی باندو همین تا بقیره چشم نگه دارم میگه یک کس
اومد خودش توقع در اون قفو ایستادگی پیشتا دیگه جو نیسته که محکم باید دیگه دست شد اکتیفی یک قسمی تموم او آدم قفو اومد در بری ایستاد بعد اهمی طرفی دستی راست میگه هر کس یک قدم اومدن صفحه پر کردن طرف دیوار خودش میگه دیگه دورو تعجب کردن این بچه این رنگی وینیشید میگه او در وینی پرد میشتن کو فامیلیا یک قسم میگیرن دیم شیرین یادای باید ببرو یکو او خود اومدن نمیتونه دست شد اکتیفی همون آدم پیشگی میمونه و او یک قدم میزنه اسم نیست این راست میبروه و همون وینی ها هم همین اسلام یاد گرفته گیرن ما که ندونیم خویده همی ای آدم وقتی که تنها در صف آخرون استاد در همی صف استاد نمازش مکروه میشود لا صلاة للمنفرد خلف الصفوف حضرت میگه آدم منفرد در قفای صف نمازش درست نیست اگه درست هست با کراهیت و مکروه های همین آدم باید یا خچه در بین صف جو کنه یا اگر جو نباشه باید یا آدم به عقل همتری اشاره کنه که من توقع هم در قفا یا در برم بیست میگه از برای خدا دیدم حیران شدم در وینی هم تری دیده بوده نه در حال اسلام هم همین هسته هم مردکو همین را مسلمان ها گرفته گیرن لیکن ما که ندونیم همین را تعلیم نتامون بلو خامشا اگه جو یاد میگیرن همین چیزا را فهمیدن در کن عملا نشون دادن در کن یکی مردم خطا میکنن گفته خوری خونده است از برای خدا در اویه سجده میگویم اویه را ترک میکنم و برای چی ترکش میکنی؟ از بخوند سجده که مردم از تعلیم بده مردم یاد بگیرن با ثواب زیادتی میگیرن الحمدلله نماز رونق میوه یاد میگیرن به یه روزه را یک همون وقتش نمو گودک بده همین سوره اقرا را تو آخر تعلیم نمیدادن که تو اویه آخرش میموندن که اویه سجده تلاوت وجود میشه برای چی تعلیم نمیدی یاد بده همون آدم چیکار کردن در کن چیکار کردن در کن اشاره سبوبا نکده که جوشه نمیدونه گرهگور بشه و تو چی در دوری یادش نمیتی در خیرس در چیر خیرس والا سپیتسوری را یاد میتن همین اشاره سبوبا چه مشکلی داره که تو تعلیم نمیتی نکنی چون سنتی پیغمبر نکنی سنتی به خلاف بدست نکنی مش چیه یادش بده موضعش یادش بده نماز با همین مرکبیش فرض داره واجب داره سنت داره بخونه بده هم یک اشاره چی مشکلی داشته است که هر نمیتونه مردم کردن نمیتونه نکنه همین چیزا رو در کلام وجود کرده است مردم ما مردمی با محبت همه کم کم بی‌پروا نباشه خدا را شکر مردمی با محبت هم مردمی بذوق هم خدای تو امکانات زیاد داده این مردم خوریای ما را ببینه عجمی هم که وقتی قرائت میگیرن عربو تعجب میکنن اما از مخرج حرف و طرز نمیبوردی هم عرب خودش به تعجب میشه نگید کم کم بی‌پروایی میشوا نداره واقعی سعی کردن نداره در کل خدمات هدایت کرد خدمات از هدایتت محروم نکرد گپوی غلطه انا در حق همه دعا کردن رخصت های کفر های همون طلب هدایت خدای هدایتش که مسلمان شود هستن که بعضی کفری هستن که مقصد با مردم زیان و ضررش نمیرسه برعکس خوبیش میرسه یا او چاوش پرزیدنت ونزوئلا حقوقی که او پشتیبانی میکرد ای فلسطین از برای خدا اولی سعود نمیکنه او دعا میکرد خدا هدایتش که اسلام قبول کنه و همین جون مردی و همین غیرتش انا حضرت مولوی رو قصه میکنه میگه که اون یکی واعظ چه بر منبر شدی خاطئان راه را داعی شدی دست بر میداشت یارب رحم ران بر بدان و مفسدان و طاغیان همین واعظ میگه همیشه میگه همین راهزنا را دعا میداد است دزدا را و این مردمی طاغی را می نکردی او دعا بر اصفیا می نکردی جز خبیثان را دعا آدمای خوب هیچ وقت دعا نمیداد است همین فقط همین خدایا رحمی همین رهزن دزد همین چیزا را بخیر مقصد هدایت شو کن اون یکی گفتش که این مقصود نیست دعوت اهل ضلالت جود نیست و یا آدم که این بچه کاری تو درست نیست یا
تو آدمای خوب بود اگر فقط عقل آدمای بد رو میکنی. گفت نیکویی از ایشان دیدم، من دعاشو زین سبب دیدم. گفت ایو من نیکی دیدم، هرگاهی که رو به دنیا کردم من از ایشان زخم و ضربت خوردم. همین که قصد دنیا میکردم ایو شتا میخوردم، نیت تجارت میکردم، مول مغارت میکردم. مقصد اینم طریق همون میدادم. اینا اوستا به سبب همیو الحمدلله اینا خواندم و عالم شدم. چون سبب سازی سلاحی من شدن، پس دعاشون بر من است ای هوشمند. همیو سببور اصلاحی من شدن. دعا یا دعا نکنم دعا کی کنم. من میگم بنده مینالد به حق از درد نیش، صد شکایت میکند از رنج خویش. انا بنده را در پیش پروردگار ناله میکنه که پروردگار اینه یکم درد میکنه، خدای اینه تری مشکل دارم، پروردگار اینه یک خرچه آسان کن. حق همه گوید که آخر رنج درد مرد را لابکنان راست کرد. و پروردگار میگه او همین درد رنج دادم که خدا میگوی، خدا جان میگوی، سجده میکنی. اگر خوازی سوزت کردم خونه سوخته با میره در هم بازیچه دنیا هم مغرور میشه که همه را فراموش میکنی. حق همه گوید که آخر رنج درد مرد را لابکنان راست کرد. این دعا زان نعمتی کن کد زند، از در ما دور و مطرودت کند. تو این دعا را نعمتهایی که سبب گمراهیت میشوند، سبب حجاب بین تو و بین پروردگار میشوند، از عبادت بازت میدارند. حسرت زوری گهی بیماری است، وقتی بیماری همه بیداری است. آن زمان که میشوی بیمار تو میکنی از جرم استغفار تو. همین بیماری و رنجم برای مسلمان یا رحمت خدا است. آدم وقتی بیمار شد با توبه میکنه صدقا، می نماید بر تو زشتی ای گناه، میکنی نیت که باز آیم وره. بعد میفهمی که ای بچه اینقدر جنایتکار بودم، اینقدر گناهکار و ناشکر بودم. بعد همی خاص بگیری پروردگار رو همین دفع شفاهم بوده خلاص دیگه یا این نامعقوله نمیکنم. پس یقین گشتیم که بیماری تو را میوه بخشد هوش و بیداری تو را. پس بدون این اصل رو ای اصل جو، هر کی رو درد است او برده است بود. تا خدا دردت نتبو نمیبری، روی رحمت اجتشماه نمیکنی. هر کی او پر دردتر بیدارتر، هر کی او رخزارتر هوشیارتر. خویده همین زندگی و جامعه همین در حق همه دعا کردن، در حق زوری را دعا کردن، در حق رویتش کن. نیستی؟ خیلی هم نیست دعا همین دعا اسلحه مسلمانه. همین دعا را همین اسلحه را ما دست بگرفتیم خبر نداریم. خشمونا میتا صدقاً دعا کنیم. دعا میکنیم زبان میاد چی میگه و هوشیار بود در دیگه دعا در دیگه جو پرواز میکنه. ای جو قبولش کنه خدای تو. ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه. حضرت میگه پروردگار را طرز دعا کنه که خدا یقین داشته باشه که اجابت چی. یقین که نباشه همین قلبت آب که نخوره بفهم که دعا را خدا قبول نمیکنه. خداوند از قلبی غافل هرگز میگه دعا را قبول نمیکنه. برای دعا کردن در قرآن میشه در حق همه. فقط در حق کافری که مرده است دعای رحمت است. کسی که مشتکنه نعوذ بالله از جنت ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اجازه نیست برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و برای کسایی که ایمان آوردند طلب استغفار از برای مشرکان کنند. وقتی مرد خلاص دیگه در این توبه برای او بستگی است. برای او را طلب رحمت کردن نمی‌شود. او در کفر مرده است، او از دوزخ نجات نمی‌یابد. او دیگه از رحمت پروردگار محروم است. اما اگر زنده باشد حقش دعای هدایت کنید، دعای هدایتش کنید. چی بسا کسایی هستند که بسیار بدبختند اینکه با هدایت پروردگار جوان مردمی میشوند تا یا منفعت به اسلام و مسلمان برسند. که تو میرم میگم با این خیل بروره انخیل با یعنی درستیش کنم اما درست خستش بتی کفانی سنتیش کنید انشالله اوشو خمهیم نیست. اکتا در عرف مردم ما عادتا وقت خونه میبرونم با پا میبرونمش.
همچنین وقتی که در همون قبر میمونن همون که نه که وقتی حرکت کردن در تابوت سرش پیش میره باشه خب یعنی خونه بازش با سر این میبرن فرضای من وجیبه او قبر مهم هیچ چیزی نیست نیست. نه مولانا نصرالدین را گفتیم حضرت پیش برای خوبایی وای خفو ولی در بعضی مذاهب پیش میروند این مذهب امام شافعی را پیش تابوت میروند مردم در مذهب ما مستحب است که خفو برند من کدومش خوبه پیش برای و خفو میگم دوی تابوت نباشه اینجوری برای برند اگه این مسئله او مهمی بد نیستن مثلا مهم منمو غسل دادن ای مهم کفن پاره کردن ای یعنی را به طریق سنتی کنیم مهم مثلا من پیش مرده در گریه و فیغان کردن ای تلاوت قرآن کنه انا یو بسیار مهمه نه برای یک چیزی اندک هم جنجال و دعوای ببردورن این مردم چیزی که جزئی ای ولی خدا را شکر همین هرچی همون تکوندن همین کرو را بس کردین نباشه تابوت سه بار میبرداشتن میموندن در بین مردم همین بعضی همین خرافات بوده لوکی زنکی که حامله می اومد پویای تابوت همین قبی در بین مردمی بیگونه مردمی که محرم نیستن این یک جهالت این یک چیزایی که هنگ همین عرف و عقل گویا که بفهمن که من حامله هم این مردک نمیفهمن اون مردک پدر و مادر داره وقتی سبحان الله قوم داره اولاد داره همه میدونن شرطه که تو در بین مردکای بیگونه بیاید تو پویای تابوت میگیری جای زنک هم اونجا همین خدا را شکر که خیلی کم چیز دست نمیاد لیکن نامی همون نوحیه را ندیدیم همون کم برف اومده است هوایش سرد ای زمستون اولوی بید برمادیان دو کس نعوده زدیستین چکو میکنه تابوت میکنه اشتاق تلون شما یک تابوت نداره هر بار بعد همین در همین سردی و گرمی و همون ملو شما همون جای ملو گفت که این سبوکای سبوکا که حضور اون تابوتای منگرز میکنن که او از بینتر رای ما قوریستون و دوره همین هم پوز دیزاجیگانی عقل نگرفته است که اوی در این هوای سردی نمنوک ایگجو او چو سبوک میشه و او کشیدگی او کندل از بینه است که واقعا شو از بینه بعد دیگه در تاج سه کلوخ موندیم کرم سه کرم های انا اوش پر کردن همین تپاکلو کردیسیان زمین نمای یک کرمش او گرفته مایده شید دیگه پرانی یک سی اوش ریخت با کرم کوی در زدن یک کرم بیوری در همون حولی هم آدم مردگی سیمین بلوک ممکن یک 20 تا پرتفتگی یک کش دارم ای بچه هم سیمین بلوک رو نمیاریم ممکن نیست ممکن نیست باید هم در تایده قرار میمونده ای را بیده جایی که علم نباشد جهالت به جا را میرود ترمکس هست او میگه یه بچه اوخم او گرم است ممکن نیست باید هم تپکلو میکنه ده باید مرده را شوشته نکن مسجد میویم از برای خدا همین در تورات خونه صدها همین افتوبه و کروشکا و همین خیلی اینا همین مرده را وقتی که با چیزی میشوشتیان اون رو میبردن در مسجد میپرتفتیان اون دیگه استفاده ممکن نبود است مطلع یک جهالت از برای خدا نماز پیشین را خونده گرفتن جنازه کردن مردم ای خفوی همون مرده برفتن بعد دیگه مورم همون مردگی خش تبور یا تش سوار از دیگه همون تبوت مایده بعد تو چون میکنی او گویا همون کسی دیگه را خفوش نکشه نیاره اولا گفتم دیدی نشمری چرا سیتا پینهان میکنی این سبوک های این ای تریف دست کاری شما ای خدوم همی ترسی یا که کم کنم مردم تعلیم ده اصلاح ده این چه خرافات های نبود در عصر 21 اون مسلمون مردمی بیوشی سیوز همه حواسی توجیکا را میخورن که این توجیک کشید ملو میشه و از شریعت مکبر ای بچه این کور رفت تو اشمور اگر همون زنگی ها ببینن تلخشو میکفه باید رفت تو چیه ای باید بکنه همه علم که نبوشه آدم یک جوهیل چیه همه علمه که آدم میکنه حضرت همین باز ما خاص کردن که حضرت سورا جان حضرت مان کرد
گفت من نمیخواهم که کلام مخلوق اگر چند پیغمبر هم باشه با کلام الله آمیخته شود. دستی خستی حضرت عمر همین بود که مبادا کسی سخن پیغمبر را علیه قبول نکرد. او از بس که ولی همون مصحف به این شکل نبودن، در همه جا دسترس نبود، مردم ولی حاشیه نویسی و طریق گپا را نمیدونستند. همین خاطر حضرت منطقی جمع نکرد، فقط همین کتاب کلام الله باشه. اما بعدتر علاقه در زمان خلافت حضرت عمر ابن عبدالعزیز، حضرت عمر ابن عبدالعزیز خودش به امام زهری را مکتوب نوشت، گفت که هرچی از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم با اسناد صحیح میرسه همش جمع بیار. علاقه جمع و آوری سر شد. نبود نه بدانه نه که همین کتابای مقصد مدونه که به همین شکل و صورتی که بعدها ظاهر شد کو اینا مثلا در صورت صحیح بخاری و صحیح مسلم دیگرش به این شکل نبود که مقصد با بابهای فقهی تقسیم کنن حدیث ها. اگر این نوبت های امام مالک بود کو امام مالک هم اصل امام اعظم ابو حنیفه این بایشون ممکن یا 16-17 سال فاصله داره. امام مالک مدونه‌اش هم نوشت چیزی چیشه الموطأش هم نوشت، غیر این مدونه داره چندین کتابو داره امام مالک. خود امام اعظم ابو حنیفه مسانید داره. حتی والله عالم همون یک عالم است خوارزمی 17 مسند امام اعظم ابو حنیفه را جمع آوری کرده بیاید و یکی از همون مسانیدش علی القری شرح نوشته بیاید، همون حتی استخراج کرده بیاید احادیث موافق همین علم جرح و تعدیل. همین خاطر نبود نه بده با صورتی که بعد خود دسترس شد نبود. کل بخاری صحیح بخاری و صحیح مسلم این کتابایی که با بابهای فقهی تقسیم شدن به این شکل نبود. عادتا وقتی کتاب حدیث هم می نوشتن مسانید می نوشتن، مسند ها. مسند کشید مثلا میگه که انا بابی مثلا ابوبکر صدیق، همین حضرت ابوبکر چند حدیث روایت کرده است همون را جمع کردن در آمده. ایتا تقسیم بندی نبود. شاید یک حدیثش از نماز، یک حدیثش مثلا از بیع، یک حدیثش از شرکت معاملات، همه را در یک جمع کرده. بعد بشون میومد انا مسند عمر، حضرت عمر رضی الله تعالی به همین شکل جمع آوری میشه. دستید این کتابایی که مثلا با بابهای فقهی تقسیم شدگیان انا از ایمان سر خورده و بعد طهارت مثلا صلات به این شکل نبود. کی گفت که در زمان حضرت عمر کتاب حدیث نبود؟ این در زمان حضرت بعضی این مثال رفع یدن میکنن که مثال امام شافعی نظر بده میگن که رفع یدن مثال در امام اعظم نیست همه چی، میگه همه حدیثایی که هستن که در وقت امام اعظم همون نبی اون بعد پیدا شده. حدیث بعد پیدا نمیشه. اما دلیل حدیثی که پیغمبر رای این مثال بعد جمع آوری کردن میگن. جمع آوریش دیگه گفت. جمع آوریش دیگه گفت. بله طوری میگن. همه قرآن در عهد پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه قرآن بود. در زمان حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق همین بود. نه که میگن که جامع قرآن حضرت اسما رضی الله تعالی عنها به همین شکلی که این مصحف و امروز در دست ما هست کو ابتدا میشه با سوره فاتحه و انتهاش با سوره ناس یا مثلا همین تقسیم بندی سوره ها و همش در زمان حضرت عثمان شیعه به این معنا میگن. نماشه همون قرآن زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم های اما احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم های حدیث چی را میگن؟ قول، فعل، صفت یا تقریر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حضرت اینایی خیل گفت قول، حدیث قولی. حضرت اینایی کورا کرد، حدیث فعلی. حضرت صلی الله علیه و سلم اینایی خیل میشیشت، اینایی خیل مقصد شکل صورتش به اینایی شکل بود، صفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. حضرت گپی را شنید معنی کرد، کاری را دید معنی کرد، این میشه تقریر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. وقتی حدیث کشید هم قول و فعل و صفت تقریر رسول الله صلی الله علیه و سلم ای زمان حضرت حدیث بعدینه نمیشه همش بدن. اما مقصد که این همی به همین شکلی که یک آدم حدیث رو همش جمع بیاره بابی صلات جدا کنه،
فرض کردیم بابی سوم جدا کنه، بابی زکات جدا کنه، هر کدومش کتاب جدا گونه کنه، یا که مثلا نمیش برای چی صحیح بخاری میگن. همین مردک فقط روایت همین چیزای گفته است که با اسناد صحیح ثابتن. اویش که اندک شک شبهه داره یا به شرط شری و الخفیات. زیر بالا نمیتوانم گفت خالق الارض و السماوات. شکر حمدی تو چند توانم کرد حافظ فی جمیع حالاتی. هر دعایی که میکنن این بندگان دست به دعا برداشتن، دعای ما بنده‌های عاجز در روز توی ولیمه حاجی روشن این است که پروردگار را در این منزل این محفل فیض برکات خویش را نازل کند. خداوند شعبچه را همراه عروسش از جمیع بلا و گزنده حفظ کند، از جمیع خشی‌های زندگی برخوردار گرداند. خداوند بخت اقبال شان بده. پروردگار را از داماش و فرزندای خوب و صالح عالم قریب و محیب به دنیا بیار. خدایا در این منزل که الحمدلله امروز سنت والای حبیب محمد صلی الله علیه و سلم برگزار شده ایستاده است، برکات خویش را نازل کن، آفات دور بگردان. پروردگار برادرایی را که دست به دعا برداشتند به همه خیر روزای سعادت خوشبختی برسان. خداوند توی های نکاحی که به سنت دستور حبیب محمد صلی الله علیه و سلم برگزار میگردند اون رو سبب زیاد شدن فرزندان حلالزاده و جامعه اساس گرداند. واقعا ثروت بویگری هر یک ملت هم فرزنداش تشکیل میکنه. قوم را سرمایه ای صاحب هنر نیست از نقد و قماش و سیم زر. مال او فرزندهای تندرست تر دماغ و سخت کوش و چاق و چست. آنها فرزندهای تندرست به غیرت و به ناموس از نکاح حلال اسلامی به دنیا میارند. خدایا توی های نکاحی را سبب زیاد شدن یعنی طریق فرزندهای حلال زاده و به غیرت با همت بگردان. پروردگار رو به شرافت این نکاح فسق و فساد حرام و زنا را از جامعه ما دور بگردان. عاقبت امر مون به خیر انجام ده. پروردگار رو وقتی دختر مون میتی غیرت همت جوان مردی مون بده که دختر را تربیه کنه، دختر صالحه و مستوره به کمال برسونه تا اینکه سبب آبادانی جامعه گردن، تا اینکه مادر فرزندا شوند. اوخی شیر بچه‌ها شیر مردا از شیر زنا به دنیا میآیند. اگر شیر زنا را که تربیت کرده تونستیم ان شاء الله شیر مردا هم در جامعه زیاد میشود. پروردگار عاقبت امور ما را به خیر انجام ده. خدایا مسلمان زیستن، مسلمان مردن فردا روز قیامت همراه محبانت، همراه محبان حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم محشور گشته را برای نصیب و روزی ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار.